کنیم به این ویدیو. ما اصلا این ویدیو قراره که یه ساده رسونی که حالا یه آیرن گلمه که میرقصه قراره درستش کنیم و واسه اول کار میایم این ردستون ریپیتره رو میذاریم اینجا. این حالا واسه این بخشش هر بلاکی خواستیم میتونیم بذاریم، فرقی نمیکنه. ما حالا این بلاک آوردم. بعدش دو تا ردستون ریپیتر میذاریم اینجا و ردستون میذاریم اینجا رو به هم دیگه ردستون رو وصل میکنیم. یه دونه هم اینجا میذاریم، یه دونه ردستون توچ هم اینجا، یه بلاک هم اینجا میذاریم. حالا اینجا ردستون ریپیتر این شکلی میذاریم، سریع میذاریم اینجا و واسه که سرعتش حالا خواستین زیاد باشه که تغییر نمیدیم، اگه خواستین سرعتش مثلا خیلی زیاد نباشه اینا رو بذارین رو آخر. آره اصلا این رو وصلشون میکنیم. بعدش یه دقیقه سریع این رسون تورچ رو میذارین اینجا و سریع میکنینش تا یه کلا دیگه قطع شو بچه. بعدش حالا یه دونه پامکین هم میذارین این و یه رسون تورچ هم میذاریم این. بسیار ما آماده.